خیلی ناراحت شدم. الان ویدیویی که بعد میگرفتم رفتم بیرون و بعد خوراکی خارجی گرفتم و پاک شد. الان خیلی ناراحت شدم، خیلی خیلی ناراحتم. حالا ما خوراکی خارجی گرفتیم، شما اون ویدیو پاک شده نمیتونیم ببینین. حالا میرسم خونه تا با اینا رو تست کنیم. و دوباره به بچه ها من رفتم پیدا نکردم. بعد الان دوباره رفتم خوراکی گرفتم. ویدیو ما خراب شد. نودل گرفتم. حالا نودل رو که آخر سر امتحان میکنیم. اول چیپس رو امتحان میکنیم. این چیپس همه طعم مرغ، سوخاری، پیاز و پیاز. من برم بازش کنم ویدیو زیاد نشه. مزه خاصی نمیده. بچه مزه خاصی نمیده، الکی بود و مزه پیاز جعفری میده. شکلش هم همین به این میدم 5 به این میدم، چون اصلا خوشم نمیاد. تا آخرش میتونه یه چیز باحالی بشه. فکر نکنم این خارجی باشه. حالا امتحانش میکنیم. کار ژله است، نوشیدنیه، ژله نوشیدنی پرتقالیه. باحال بود. به نظرم اگه یه ذره ژله تر بود بهتر بود. بد نبود. به این میدم 7 6 اینطوری همش میدم. این خیلی چیزم از خب بریم که یکیش امتحان. این خیلی ترشه، نمیدونم چه مزه ایشه. خیلی بد بود. بچه بریم پارت 2 چون داره فیلم تموم میشه. میبینم پارت 2.